قزاقستان در سامانه رسمیش خبر داد که سفیر این کشور در کابل علیمخان اسنگلدیف با وزیر کارهای خارجی افغانستان امیرخان موتقی مسئله رسانیدن کمک‌های غذایی و دیگر یاری‌های بشری را بررسی کرده است. طبق خبر رسمی، رهبر اداره سیاست خارجی افغانستان به جانب قزاقستان برای آمادگیش به ارائه کمک‌های مشخص به اهالی افغانستان در این دوره مرکب گزارش اظهار سپاس کرد. موتقی گفته است مقامات نو در کابل آمادگی خود به استقرار مناسبت‌های صلح‌آمیز با همه کشورها و پیش از همه با همسایه‌های خود و کشورهای منطقه و همچنین به پیشگیری از هر نوع تهدید به امنیت آنها از قلمرو افغانستان تایید می‌کنند. تاکید شد که سیاست خارجی قزاقستان در عموم و من جمله در قبال افغانستان شایسته احترام است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت خارجه قزاقستان. یادآور می شویم پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت توقایف روز 17 سپتامبر در نشست سران سازمان شانگهای در دوشنبه وضع افغانستان را نزدیک به فلاکت بشری نامیده گفت حالا مهم بها دادن به این وضع نیست بلکه باید دست به اقدام‌های مشخص زد. توقایف خواستار تشکیل پول کمک‌های بشری به مردم افغانستان شد و بلافاصله شهر المتا را به حیث مرکز منطقوی جمع‌آوری و ارسال این یاری‌ها پیشنهاد کرد. قزاقستان نخستین کشور آسیای مرکزی نیست دنبال تماس‌های رسمی با ماموریت دست نشانده طالبان در افغانستان شده است. به غیر از تاجیکستان 4 کشور دیگر باقی مانده آسیای مرکزی به طور فعالانه و از جمله توسط ارائه کمک‌های بشری راه‌های تماس با طالبان را می‌جویند. هفته گذشته روز 23 سپتامبر با متقی در کابل معاون رئیس شورای امنیت قرقیزستان طلعتبک مصادیقوف و سردار شعبه سیاست بیرونی دستگاه پرزیدنت قرقیزستان ژنبک قلیبایف نیز ملاقات کردند. قبلا ازبکستان گفته بود که تقریبا 2 سال باز با نمایندگان طالبان تماس‌ها داشت. تاشکند روز 14 سپتامبر همچنین خبر داد که بار اول بعد به دست طالبان گذاشتن قدرت در افغانستان حدود 1300 تن کمک بشری فرستاده است. کنسول‌های ترکمنستان باشد هنوز 18 آگوست همگی چند روز بعد تصرف افغانستان از سوی جنگجویان طالبان با والیان از سوی این گروه تندرو تعیین شده ولایت بلخ و هرات ملاقات کرده بودند. وزارت خارجه ترکمنستان نشر عکس‌ها از این ملاقات‌ها گفت تاکید شد که مناسبت‌های بین مردمان دو کشور طبیعت برادرانه داشته بر اساس اصل دوستی و حسن همجواری بنا یافتند. به فرق از دیگر رهبران منطقه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از اول نسبت به طالبان موقع شدید گرفته و گفت دوشنبه حکومت را که در آن به نمایندگان اقلیت‌های قومی افغانستان بخصوص به تاجیکان آن کشور جایگاه شایسته داده نشود اعتراف نخواهد کرد. او گفت تاجیک‌ها 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند و باید در حکومت جایگاه سزاوار داشته باشند. امامعلی رحمان همچنین با صورت آشکار از جبهه مقاومت ملی افغانستان که تحت رهبری احمد مسعود به ضد طالبان می‌جنگد طرفداری می‌کند. پرزیدنت تاجیکستان همین طور طالبان را عیبدار کرد که افغانستان را دوباره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل داده ایستادند. چنین موقع‌گیری‌های دوشنبه رهبران طالبان را عصبی کرده است. اخیراً طالبان اعلان کرد که ده‌ها هزار عسکر و افسر نیروهای ویژه لشکر منصوری امارات اسلامی در ولایت با تاجیکستان هم مرز تخار جابجا کرده شدند. همچنین معاون رئیس حکومت تشکیل کرده طالبان ملا عبدالغنی برادر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره تاجیکستان را به دخالت در امور طالبان عیبدار کرد و از عواقب آن هشدار داد. تاجیکستان به کارهای ما دخالت میکند ولی هر عمل عکس العملی دارد گفته است ملا برادر.